اگه سازوکار چیزی رو نمیفهمی نباید توش سرمایه گذاری کنی. حتی اگه همه این کارو میکنن. 1 میلیون نفر از 175 کشور جهان توی بازه 18 ماه روی یه ارز دیجیتالی به اسم وان کوین سرمایه گذاری کردن که قرار بود موج بزرگ بعدی باشه. به نظر خیلی هم ایده واقعا درخشانی داشت و حداقل بعضیا معتقد بودن قرار تبدیل بشه به قاتل بیت کوین. It is really a pleasure for me to be here 1.5 years after we launched our cryptocurrency OneCoin. این داستان روژا ایگناتوآه، یک کلاهبردار غیر قابل پیش بینی و البته باهوش که کارش رو با سفر به نقاط مختلف جهان و سخنرانی توی سالن‌های کنسرت و انواع همایش و سمینار شروع کرد و بعد از اینکه تحت تعقیب FBI قرار گرفت ناپدید شد. The sky really is the limit for us. We want to be the #1 cryptocurrency out there. Ignatova founded and ran one of the largest Ponzi schemes in history, peddling a fake cryptocurrency called OneCoin and raking in billions of dollars from her victims. تمام عملیاتش جعلی و یک جور کلاهبرداری پانزی بود. تنها بخش واقعی ماجرا میلیاردها دلاری بود که مردم سرمایه گذاری کردن و خب از دستش هم دادن. دکتر روژا ایگناتوآ یه تاجر بلغاری آلمانی بود که تو سال 2014 اعلام کرد بیت کوین بعدی رو ساخته. البته این پروژه قرار بود حتی از بیت کوین هم بزرگتر بشه و نظام مالی جهان رو متحول کنه. توی این مسیر با یه مردی به اسم سباستیان گرین‌وود آشنا شد که متخصص بازاریابی چند سطحی یا مولتی لول مارکتینگ بود. توی پرانتز باید بگم بازاریابی چند سطحی به این معنیه که کسب و کارها از شما میخوان با فروش محصولاتشون به دیگران کمیسیون بگیرید. هر بار که زیر مجموعه‌های شما اون محصول رو میفروشن، بازم یه کمیسیونی به شما میرسه و تمام این فرایند خیلی قانونی و مشروعه. با اینکه ساختار هرمیه، اما با شرکت‌های هرمی کلاهبردار فرق داره که توی اونا تمرکز به جای فروش محصول واقعی روی جذب آدمای جدید و بیشتره. به هر حال تو سال 2014 وان کوین شروع به کار کرد و شروع آرومی هم داشت. اما توی بازاریابی چند سطحی شتاب اهمیت زیادی داره و ظرف چند ماه 1 میلیارد یورو روی وان کوین سرمایه گذاری شد. برای دکتر روژا مهم بود که نقشش رو خیلی خوب بازی کنه. رزومه تحصیلی درخشان و میشه گفت بی‌نقصی داشت. حتی تصویرش روی جلد مجله فوربس هم قرار گرفت. البته فوربس بلغارستان و اونم آخرش مشخص شد که در واقع پول داده بود تا براش تبلیغ کنن. چند هفته بعد از این ماجرای فوربس توی یه رویدادی که توسط نشریه اکونومیست برگزار شده بود سخنرانی کرد و مطمئن شد که همه عکساشو کنار لوگوی اکونومیست ببینن. هرچی وان کوین بیشتر رشد میکرد، خود روژا هم به هر حال معروفتر میشد. توی مهمونی‌های اشرافی میدیدنش در حال معاشرت با سیاستمدارا، با گردنبندای میلیون دلاری. برای خودش تولدهای لوکس هم میگرفت. توی جاهایی مثل موزه ویکتوریا و آلبرت لندن با شامپاین صورتی گرون قیمت، سیگار کوبایی، سوشی درجه 1 و حتی اجرای خصوصی تام جونز. This is Dr. Ruja Ignatova. I'm very pleased to see you. I'm now in the new OneCoin office and it has been exciting weeks since the last time I saw you. Please join me all in the global event. We have very good news for all OneCoin members, for all OneCoin users, and for all of you. It will be a very interesting and inspiring event. مهمترین رویداد تاریخ وان کوین تابستون 2016 و توی ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد. یه رویداد عظیم 3000 نفره. برای روژا مهم بود که با آهنگ گرلاند فایر از آلیشا کیز وارد صحنه بشه. چون هم آهنگ مورد علاقش بود و هم یه مضمونی راجع به یه دختر هدفمند و موفق داشت و تصویر خوبی ازش توی رسانه‌ها میساخت. روژا در حالی که پشت به لوگوی وان کوین و آتشبازی و شعله‌های آتش وایساده بود به جمعیت میگفت من تعداد سکه‌ها رو از 2.1 میلیارد به 120 میلیارد افزایش میدم. یعنی 50 برابر سکه‌های بیشتر تولید میشه. اما خبر خوب اینه که قیمت کاهش پیدا نمیکنه. قیمت دقیقاً همون میمونه و این فقط یه پاداش کوچیکه. What we will do as a company, we will double the coins on your accounts. حرفش منطقی نبود و با قواعد اقتصادی سازگاری نداشت، اما هیجان انگیز بود. هر آدمی ممکن بود متقاعد بشه با هر میزان سواد و ثروت. یه سری‌ها ارث پدریشون رو ریختن پای پروژه. پرستارا، پزشکا، دندون پزشکا و خیلی‌های دیگه کارشون رو ول کردن تا فقط وان کوین بخرن.
و بفروشن و تبلیغ کنن. انقدر وعده روژا هیجان انگیز بود که طمع ثروت چش صدها هزار نفر رو کور کرد. اما همینطور که آدمای بیشتری داشتن فریب می‌خوردن، نهادهای نظارتی هم مشکوک‌تر شدن. اواخر تابستون 2017 فشار بیشتر شد و نهادهای مختلف از سراسر جهان می‌خواستن از سازوکار وان کوین سر در بیارن. روژا ترسید و فهمید که وقت فراره. نتیجه گیری درستی هم کرد، چون اکتبر همون سال وزارت دادگستری آمریکا حکم بازداشتش رو مخفیانه صادر کرد. روژا از برادر کوچیکش کنستانتین که دستیارش هم بود خواست 2 بلیت هوایی رزرو کنه، یکی به وین، یکی به آتن. بعد سوار هواپیمای آتن شد و از اون لحظه به بعد دیگه خبری ازش نیست. معلوم نیست اصلا چه اتفاقی براش افتاده و الان کجاست. Ignatova predicted all of this in 2014 when she was just starting OneCoin. Back then, she wrote an email that was entitled Exit Strategy. She listed a number of options for how to get away with it. The very first one, take the money and run. یه روزنامه‌نگار آمریکایی میگه چندین ماه از طریق سرنخ‌ها و گزارش‌های مثلا دیده شدنش توی مکان‌های مختلف، اطلاعات سبک زندگیش و با کمک گرفتن از یه سری کارگاه‌های خصوصی تونستیم یه سری قطعات پازل رو کنار هم بچینیم. گزارش‌هایی از حضورش تو هر کشوری که فکرشو بکنید داشتیم. مثلا گفته بودن جنسیتش رو تغییر داده و توی برزیل زندگی میکنه. مجبور بودیم گزارش رو بررسی کنیم. یه گزارش خیلی معتبر از فرودگاه هیترو داشتیم حدود 6 ماه پیش. یکی میگفت بهش ماشین فروخته. انگار همه جا بود و هیچ جا نبود. اما فکر کنم احتمالاً این اتفاق افتاده. به شهر سالونیک یونان رسیده و از اونجا دقیقاً کاری کرده که کسی انتظارشو نداشت. یعنی برگشته بلغارستان، چون احتمالاً فکر می‌کرده که بلغارستان جای خوبیه و میتونه مخفی بشه و از اونجا اوضاع رو زیر نظر بگیره. اما اوایل سال 2018 پلیس آلمان که اونم دنبال روژا بوده به دفترش یورش برد. اون موقع احتمالاً روژا پیش خودش فکر کرده که خب این دیگه خیلی جدیه، نمیتونم از این یکی فرار کنم و دوباره غیبش زد. این بار فکر کنم رفت دبی. اونجا پنت هاوس داشت، کارت اقامت دبی داشت، خیلی از کسب و کارش تو دبی بود و کلا آدمای زیادی اونجا میشناخت. بعد تو سال 2019 دادگستری آمریکا کیفرخواستش رو علنی کرد و برادرش هم دستگیر کردن. به نظر اون موقع ها روژا دیگه داشت به خودش فکر میکرد که دیگه دبی هم امن نیست و احتمالاً بعدش برگشته اروپا. اگه گزارش‌ها واقعی باشن، تا اون موقع هم جراحی پلاستیک کرده بود، هم مدارک جعلی خوبی داشت و هم با اسم متفاوتی سفر میکرد. یه سری گزارش‌ها میگن اطراف مدیترانه و یونان ساکنه و فرض اینه که بیشتر وقتش رو توی یه قایق تفریحی بزرگ میگذرونه. این فرض تا حدودی هم منطقیه، چون به هر حال دریا جای بزرگیه و نسبتاً امنه و نظارت بر آبای بین‌المللی کلاً کار سختیه. این روزنامه‌نگار تحقیقاتش رو میدانی پیش میبره و میره به شهر صوفیه بلغارستان و دفتر اصلی وان کوین. به دفترشون سر زدیم که هنوزم باز بود و کار میکرد. کارمندا میومدن و میرفتن، یه نگهبان گنده عصبی هم اونجا وایساده بود. لوگوی وان کوین همه جا رو دیوارا بود. باورمون نمیشد هنوز باز باشه. بعد رفتیم به محوطه ساحلیش تو سوزوپول کنار دریای سیاه. قایق تفریحیش رو اونجا دیدیم اتفاقا. بعد شنیدیم ممکنه مثلا تو فرانکفورت باشه. رفتیم فرانکفورت رو شروع کردیم تو خیابون‌های گرون قیمت دنبالش گشتن. رفتیم کازینوها، رستوران‌های لوکس، عکسش رو نشون میدادیم، می‌پرسیدیم که این زن رو دیدی؟ البته با موهای بلوند. فقط یه پستچی بود که اسم و چهرهش به نظرش آشنا اومد که خب اونم خیلی به دردمون نخورد. رفتیم اوگاندا به دهکده کوچیکی که تقریبا همه تو وان کوین سرمایه‌گذاری کرده بودن و هنوز بهش باور داشتن. توی دفتر وان کوین تو اوگاندا با یکی صحبت کردم که هنوز داشت وان کوین رو تبلیغ می‌کرد و گفت همه چیز درست میشه و روژا برمیگرده. سال 2020 برادر روژا، همون کنستانتین که صحبتش کردیم، توی دادگاه علیه مدیر سرمایه‌گذاری شرکت شهادت داد. کنستانتین دستگیر شده بود و هم اعتراف کرده بود، هم به پلیس قول همکاری داده بود. ماه ژوئن 2022 FBI اسم روژا رو به لیست 10 مجرم به شدت تحت تعقیب خودش اضافه کرد. از اون موقع گزارش‌ها و سرنخ‌های جدیدم به دست اومده و این یعنی داستان هنوز ادامه داره. Our hope is that naming her to the top 10 most wanted fugitive list will draw attention to her and her alleged crimes and allow us to bring her to justice here in the United States. وان کوین هنوزم فعاله. هنوزم دارن تبلیغشون میکنن. همین الان اصلا میشه رفت توی وبسایتشون یا تبلیغش رو توی گروه‌های فیسبوک دید. نمیدونم، شاید وقتی بالاخره دکتر روژا گیر بیفته اون موقع همه چیز تموم بشه و اصلا به همین دلیله که پیدا کردنش انقدر مهمه.